20 مای اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان بر رهبر عالی انقلاب جمهوری اسلامی ایران محترم آیت الله سید علی خامنه‌ای برخی اظهار تسلی ارسال نمودند که در آن آمده است. عالی جناب خبر درگذشت فاجعه‌ای رئیس جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی و هیئت همراهانش باعث اندوه گران ما و تمام مردم تاجیکستان گردید. ما به شخصیت سید ابراهیم رئیسی همچون ارباب برجسته دولتی ارج می‌گذاریم سهم سازنده زنده‌یاب را در رشد نموی همه‌جانبه مناسبت‌های دوستی و همکاری‌های سودمند تاجیکستان و ایران، حل مسئله‌های منطقوی و بین‌المللی بلند ارزیابی می‌نماییم. در رابطه با این تلفات بزرگ به شما عالی جناب، مردم دوست و برادر ایران، اهل خانواده و نزدیکان فوتیدگان همدردی و تسلیت صمیمی این جانب را ابراز می‌نمایم. از خداوند متعال برای شهید شدگان رحمت و مغفرت و به مردم کشور دوست ایران صبر جمیل خواهانم. در این لحظه های غم انگیز در کنار ایران و مردم آن هستیم.